میدونی بدترین استفاده چیه؟ اینکه گوشی تو باز بکنی و ببینی که یک تماس از دست رفته از مادر. اون موقع است که مغزت میره رو حالت نقل. یعنی تمام احتمالات وحشتناک از جلوی چشت رد میشه. 1. زیر گاز نبستن. 2. چیزی ریختم روی فرش. 3. مثلا چرا به دنیا آمدن؟ بعد که با وحشت زنگش میزنی با خونسردی تمام بهت میگه هیچی مامان، فقط یه تیشرت آبی بود که 12 سال پیش واسه عروسی خالت گرفته بودم. الان داری شیانت چیکارش کردی؟ مادر من یاری و یاور من که مهربونه درد منو میدونه. میدونی چیه؟ این کنترل. ببینید تو خونه ما جوریه که هیچکی نمیتونه خودش رو یکم تکون بده کنترل از 1 متر پیش برد. به طوری که بابام روی مبل نشسته کنترل 1 متر باش فاصله داره. کمترم شد. بعد نمیتونه دستشو بلند کنه برده. اسممو فریاد میزنه کیسا. منم بعد از طبقه بالا مثل دونده های المپیک بود دو انگام کنترل رو بردارن و تقدیم. و پدرجانم با اقتدار کامل میگه حالا که تا اینجا اومدی یه لیوان آبم برام بیار. منم چشم مقدر بفرم. برو بذارش تو آشپزخونه. مشکلات خواب تو خونه ما. در طول روز اگه بابام بخواد بخوابه هیچکی نفس هم نباید بکشه. علل خصوص من. چرا راه میری اذیتم میکنی، گوشیتو خاموش کن صداش اذیتم میکنه، فکر نکن حتی صدای فکر کردنتم میشنوم. امان از وقتی که من بخوام زود بخوام. صدای تلویزیون رو تا آخر باز میکنه، کل چراغای خونه رو روشن میکنه. علل خصوص اتاق من انگار تو خونه‌مون جشن عروسی. با رفیقاش میشینن وسط حال خاطرات 30 سال پیش رو مرور. مامانم همون لحظه به فکرش میرسه که خونه رو نظافت بکنه. خواهرم همون موقع شروع میکنه به مشق نوشتن، انگار با دفتر دعوا داره. داداش کوچیکم هم که از سر کولم بارم. این هم شانس مایه وقتی بخوایم تو خونه زود خوابم بخواب. هنر عجیب مادران در پیدا کردن اشیا. تا حالا شده دنبال چیزی بگردی و پیداش نکنی؟ بعد مامانت همونو در از 2 ثانیه پیدا کنه. مامان اون هودی نارنجی منو ندیدی؟ کجا رو گشتی؟ همه جا. الان میام میگردم. بعد همون جایی که 1000 بار گشتیم در میاره. میگه اینه. بعد تو در اون لحظه احساس میکنی که بینایی در صورتت فقط برای دیدن زیبایی همون لحظه است. روش تشخیص خواب من توسط مامان. ببینید مامان من همیشه یه روش خاص داره برای اینکه بفهمه من خوابم میاد. اگه چشمام بسته باشه خوابی؟ اگه جواب بدم چرا تا الان نخوابیدی؟ اگه جواب ندن خودتو به خواب نزن، پاشو برو ظرفا رو بشور تنبل خون. و نتیجه میگیریم که خوابیدنم یه استعداد خاص میخواد که من ندارم.